الله سبحانه و تعالی هر ظالم و مستبد ان شاء الله به سزای اعمالش خواهد رساند. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. درسته که امروز مسلمان ها تاریخ ترین صفحه زندگیشان سپری می کنند و بدبخت ترین وضعیت امروزی دچار حال مسلمان هاست، اما امیدواری های زیاد در کلام پاک الهی برای بنده های مؤمن الله هست که اعتقاد به این امیدها، باور به این امیدها در تاریک ترین وضعیت هم به امت اسلامی نوید می بخشه، روشنی می آوره و عزت و جلال و ابوهت و غیرت و شجاعت خواهد بخشید. ایگه پر به این خاطر میگم که وضعیت اسفوار امروزی خیلی از مسلمان های ضعیف الایمان پریشان حال ساخته که چی خواهد شد، آینده امت اسلامی چی خواهد شد، آینده این دین چی خواهد شد. دینی که امروز خیلی ها به لباس او تبر برداشتند و بر ریشه او میزنند، این دین آیندهش چی خواهد شد. ما امیدواری های خیلی خوب در کلام پاک الهی میبینم و مشاهده میکنم و ان شاء الله آینده در قلمرو اسلام هست و الله کریم دین را عزت میبخشه و عزتمند نگه میداره. کسایی که در تاریکی ها با این دین ماندند عزیز میشن و کسایی که در سختی ها از کنار دین فاصله گرفتند ذلیل و تباه و برباد میشن، ولو که اسمنا عبدالله و عبدالرحمن هم باشه. بناهن عزت و سعادت و دنیا و آخرت در دین مبین اسلام. باور به ای داشته باشیم که در هیچ حال الله سبحانه و تعالی اسلام را نابود نمی سازه، ولو که تمام او کسایی که ادعای اسلام بودن دارند دنبال اسلام رها بکنند. این دین از خود حافظ و نگهبان داره که به هیچ کس نیاز و ضرورت نیست. ولو که یک فرد هم حمایت این دین نکنه، الله سبحانه و تعالی خودش حمایت این دین به عهده گرفته.